بسیار خوب خواندن از کولسیان 3 در مقابل 1 تا 17 است. اتشجا. بله 1-4-4 و 1-4-1-0-4-5. بیایید به شما کمی زمان بدهیم تا آن را پیدا کنید. بسیار خوب. پس کولسیان 3. پس اگر با مسیح برخاسته اید به دنبال چیزهای بالا باشید، جایی که مسیح در دست راست خدا نشسته است، ذهن خود را به چیزهای بالا معطوف کنید، نه به چیزهای زمینی. زیرا شما مردید و زندگی شما با مسیح در خدا پنهان است. هنگامی که مسیح که زندگی شماست ظاهر شود، آنگاه شما نیز در جلال با او ظاهر خواهید شد. بنابراین آنچه را که به طبیعت زمینی شما تعلق دارد بکشید. فسق، ناپاکی، شهوت، هوس شیطانی، خشم که بتپرستی است. به همین دلیل خشم خدا بر سر نافرمانان می آید. و زمانی که در این چیزها زندگی می کردید یک بار در آنها قدم زدید. اما اکنون تمام موارد زیر را کنار بگذارید. خشم، کینه، توزی، تهمت و زبان کثیف از دهان تو. به همدیگر دروغ نگویید، زیرا با اعمال او خود قدیم را به تعویق انداخته اید و خود جدید را به تن کرده اید. شما مطابق تصویر خالق خود در دانش تجدید می شوید. در مسیح یونانی و یهودی ختنه و ختنه نشدن بربرسیتیون برده و آزاد وجود ندارد. اما مسیح همه چیز و در همه است. بنابراین به عنوان برگزیدگان خدا مقدس و عزیز شفقت، مهربانی، فروتنی، نرمی و بردباری را به تن کنید و یکدیگر را تحمل کنید و یکدیگر را ببخشید. اگر کسی از دیگری گلایه دارد، همانطور که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز باید ببخشید. مهمتر از همه عشق را بپوش که پیوند کامل وحدت است. و صلح مسیح که شما نیز در یک بدن به آن فراخوانده شده اید بر دلهای شما حکومت کند. و شکرگزار باشید. کلام مسیح را با تمام حکمت در میان خود بسیار غنی سازید، یکدیگر را از طریق ریگ سرودها و سرودهای روحانی تعلیم و نصیحت کنید و با شکرگزاری در قلب خود برای خدا بخوانید. و هر کاری که انجام می دهید در کلام یا در واقع همه چیز را به نام خداوند عیسی انجام دهید و به وسیله او خدای پدر را شکر کنید. این کلام خداوند است. ببینیم تا کی این را پوشیدم. بگذار دعا کنم با کلام دهانم و تاملات همه قلب‌هایمان هم اکنون و همیشه مورد قبول تو باشد. پروردگارا، صخره ما و نجات دهنده ما، آمین. سال حدود 62 قبل از میلاد است و سردار رومی پومپیوس کبیر به تازگی پیروز به رم بازگشته است. اما پومپه تا نه ماه وارد قلب رم نمی شود. چرا نه؟ پومپیوس درگیر یک رشته جنگ علیه پادشاه شرق میترادات بود. کنترل روان در حال حاضر به رود بزرگ فرات گسترش می‌یابد و شامل کشورهای مشتری، دولت‌های تابع ارمنستان و حتی یهودیه می‌شود. پومپه یک قهرمان است اما وارد رم نمی‌شود. او وارد رم نمی‌شود زیرا افتخار می‌کند. او در واقع انتظار دارد که سنا به او حق پیروزی بدهد، یک راهپیمایی نظامی پیروزمندانه در قلب رم. مرکز شهر رم به پومریوم معروف بود. این تصویری از آن در اینجا است و طرح قرمز یا صورتی رنگ ناحیه پومریوم را مشخص می کند. روی زمین با مجموعی از سنگ‌های سفید به نام سیپی مشخص می شد. اینجا منطقه‌ای بود با موقعیت مذهبی و قانونی خاص، کمی شبیه معبد، کمی شبیه سفارت. اسلحه ممنوع بود. سربازان و حتی ژنرال‌ها مجبور بودند یونیفرم نظامی خود را در بیاورند و لباس شخصی به نام توگا بپوشند. در محافظان شهرداری لیکتورها لباس توگاس می‌پوشیدند و موظف بودند که تبرها را از سلاح‌های تشریفاتی خود هنگام عبور از مارکستون‌ها جدا کنند. زیرا علیرغم قدرت نظامی که باعث ترس در دل دشمنان و وعده صلح به دوستانش میشد، رم به این حقیقت میبالید که شهری متمدن بود و شق ازتق معروف اگر آن صلح در دل آن وجود نداشت معنایی نداشت. برای پومپی و بسیاری از ژنرال‌های دیگر نیز که منتظر پیروزی‌های خود بودند، قانون دیگری وجود داشت که نگران کننده بود. اگر پومپی از مرز پومریان عبور می‌کرد، انتصاب قانونی او به عنوان فرمانده خاتمه می‌یافت. او فرماندهی ارتش و درجه خود را از دست می‌داد و هر گونه امیدی به پیروزی آرزومند خود را از دست می‌داد. ما در هفته 4 از مجموعه نامه‌ای هستیم که پل آنتیموتی به کلیسای کولسیان نوشت. کلیسایی مختلط با یهودیان و یونانیان بردگان و آزاد بود. ما فرض می‌کنیم که پولس در حدود سال 60 پس از میلاد در حال نوشتن از رم در حبس خانگی است. بنابراین حدود 120 سال پس از ماجرای پومپی. در هفته اول بیشتر زندگی و سفرهای پل را بررسی کردیم.
و سپس به اختصار به بخشی اشاره کردیم که در آنجا برای رشد کولسیان به سوی بلوغ شکر و دعا می‌کند. در ایمانشان به عیسی مسیح آنها عشق به دیگران و امید آنها به چیزهای ذخیره شده در بهشت. در هفته دوم ما بر روی عیسی به عنوان رهبر مشروع متمرکز شدیم که با نقش او به عنوان نجات دهنده خالق و آشتی دهنده واجد شرایط است. و اینکه عیسی بزرگتر از آن چیزی است که ما می‌توانیم تصور کنیم. و سپس هفته گذشته بیانیه مأموریت پولس و تیمش را خواندیم که به نوعی می‌رود ما او را اعلام می‌کنیم، همه را پند می‌دهیم و همه را با خورد کامل آموزش می‌دهیم تا بتوانیم همه را بالغ در مسیح معرفی کنیم. و شاید پولس و تیمش خود را شبیه معلمان تربیتی می‌دانند که وقت خود را صرف راهنمایی کلیساها و آماده کردن آنها برای گرفتن توگا می‌کنند تا بتوانند شهروندی پادشاهی عیسی را به دست آورند. و بیایید این هفته را با تصویری از معلم تحصیل کرده بزرگتر شروع کنیم که آخرین سخنرانی قلبی را برای کودکی که در 7 یا 8 سال گذشته آموزش داده اند آماده می کند. سخنرانی ما توصیه‌های مهمی را ارائه می دهد که آنها را وارد بزرگسالی می کند و آنها را به عنوان یک شهروند آماده می کند. هر کودکی می خواهد بداند، هر کودکی باید بداند که چه زمانی قرار است به عنوان یک بزرگسال با او رفتار شود. یک پسر باید بداند چه زمانی مرد است. یک دختر باید بداند چه زمانی زن است. اگر این انتقال را به صراحت مشخص نکنیم فرزندان ما به دنبال راههایی خواهند بود تا ثابت کنند بزرگسال هستند. آنها چه خواهند یافت؟ خب چند نشانگر سنی وجود دارد، حداقل سن برای الکل، حداقل سن برای رانندگی، حداقل سن برای رابطه جنسی. این را به هیچ وجه توضیح نمی‌دهد، اما بزرگسالان جوان در این 3 منطقه زندگی خود را به هم می‌ریزند که این مرز را پیش می‌برند. این مشکل هویتی مشکل جدیدی نیست. این در واقع یک شوخی ریاضی است. پس بعد فقط به من بگو متوجه شدی یا نه. مشکل هویت مشکل جدیدی نیست. مراسم توگا ویریلیس یکی از نمونه‌های حق عبور است. مراسمی که یک مرحله گذار در زندگی را به رسمیت می‌شناسد. این چیزی است که در بیشتر فرهنگ‌ها وجود دارد. مراسمی که از نظر تاریخی در روم و یونان و در همه جا بوده است. بیشتر فرهنگ غربی ما آن را کنار گذاشته است. بنابراین اجازه دهید من فقط کمی بیشتر گسترش دهم. به طور معمول حق عبور شامل زمان محدودی است که شما در حال آموزش به فرد جدید هستید. و توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی وجود خواهد داشت. و در یک زمان مناسب چیزی که ما می‌توانیم سخنرانی بنامیم وجود خواهد داشت. سخنانی که امتیازات بزرگسالی را به رسمیت می‌شناسد و در عین حال مسئولیت‌ها را تقویت می‌کند که آزادی‌ها و همچنین خطرات را در بر می‌گیرد. این نوع گفتاری است که می‌توانیم مثلا در فصل‌های اولیه ضرب‌المثل‌ها پیدا کنیم، جایی که جوان تشویق می‌شود به ندای خرد توجه کند و ندای حماقت را رها کند. درود رومن. او یک لیست نیست. نویسندگان در دوران باستان به وضوح از خطرات این احساسات آگاه هستند. امیال و خواسته‌هایی که باید کنترل شوند. به عنوان مثال سنکا اشاره می‌کند که تصور این که می‌توان برخی از احساسات را تحت کنترل داشت خطرناک است. ببرها و شیرها هرگز وحشی بودن خود را به تعویق نمی‌اندازند. آنها گاهی آن را تعدیل می‌کنند و آنگاه که از آمادگی کمتری برخوردار نیستی تندخویی نرم آنها به جنون می‌رسد. پاسها هرگز به طور واقعی رام نمی‌شوند. او ادامه می‌دهد. متوقف کردن آنها در ابتدا آسان‌تر از کنترل آنها در هنگام جمع‌آوری نیرو است. این نیمه راه بر این اساس گمراه کننده و بیفایده است. این را باید دقیقاً به عنوان اعلامیه‌ای در نظر گرفت که ما باید در حد متوسط دیوانه باشیم یا در حد متوسط بیمار باشیم. و بنابراین وقتی پولس تقریباً در همان زمان می‌نویسد می‌گوید که فصل 3 آیه 5 را به میران و مثالهایی را در 2 حوزه همپوشانی از خواسته‌های ما بیان می‌کند. شیفتگی ما به رابطه جنسی و تمایلات ما به چیزی که مال ما نیست. بداخلاقی جنسی کلمه یونانی سولسرو است که ما از آن پورنوگرافی دریافت می‌کنیم، اما در واقع شامل انواع زمینه‌های روابط جنسی نامناسب در فکر و در واقع می‌شود. ناپاکی به تمام حوزه پلیدی جنسی از جمله کنایه، اظهار نظرهای تحقیرآمیز، شوخی، حرکات بی‌ادبانه و غیره می‌پردازد. اقدام همپوشانی این 2 حوزه را با رابطه جنسی و تم نشان می‌دهد. میل شدید به رابطه جنسی با کسی یا به نحوی که درست نیست که در یک رابطه زناشویی محبت آمیز و توافقی نیست. میل شیطانی اساساً طمع خواستن چیزی که به دیگری تعلق دارد.
هرس میل سیری ناپذیر برای به دست آوردن بیشتر و بیشتر. و مانند سنکا بسیاری از نویسندگان باستانی خطرات چنین احساساتی را می‌شناسند و مانند پولس توصیه می‌کنند که ما با آنها کاری نداریم. به آنها غذا ندهید سر ندای خرد. به این ببرها دست نزن فرار کن. هفته گذشته در مورد مراسم توگاوریلوس صحبت کردم که پسر نمادهای کودکی را برمی‌داشت، توگاور مردانگی و تا را می‌پوشید. تابعیت را حفظ کنید، اما این تنها تشبیهی نیست که در این زمینه که در حال بلند شدن و پوشیدن هستید کارساز است. به عنوان مثال در فصل 2 آیه 12 پولس در مورد تعمید صحبت می‌کند و به کسی که تعمید می‌گیرد و از آب بیرون می‌آید نیز لباس تازه به او می‌دهند. و شاید تصویری که با آن شروع کردم نیز تصویر مفیدی باشد. در آیات 8 و 9 به فهرستی از رذیلت‌ها برمیخوریم و به نظرم می‌رسد که کمی شبیه به نگرش‌ها و سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگ و درگیری است. انگار پل می‌گوید شما نمی‌توانید با آن لباس‌های جنگ وارد این فضا شوید. شما نمی‌توانید اسلحه را به این فضا بیاورید. وقتی وارد این فضا می‌شوید نمی‌توانید رتبه را بکشید زیرا رتبه‌ای ندارید. و به نظر می‌رسد که این عناصر تا حدی با آن قوانین پومری مطابقت دارند. در دل چیزها چرا ما دچار تعارض می‌شویم؟ فکر می‌کنم کمی اینطور کار می‌کند. خشم از درک تهدیدی برای چیزی که برای ما ارزش قائل هستیم ناشی می‌شود. بنابراین اجازه دهید من آن را در فکر خود تلنگر کنم. وقتی عصبانی می‌شوم از خودم می‌پرسم چه چیزی برای من ارزش دارد که تهدید می‌شود؟ من برای چه چیزی ارزش قائل هستم؟ به دلیلی دارم عصبانی میشم. من هنوز نمیدانم دلیل آن چیست، اما اگر دوباره فکر کنم و بفهمم که چیست ارزش من در این نقطه چیست و بعد باید بپرسم این ارزش خداست یا ارزش‌های بی‌نظم من، خودخواهی من، غرور من. پس از آنجا خشم غضب آن را تشدید می‌کند. شما نمی‌توانید دست چپ را در هدف انجام دهید. خشم آن را تشدید می‌کند که با دشمن خود خصومت نشان می‌دهیم و سپس بدخواهی آن را به سطح دیگری می‌برد. ما کاملاً در این میل به آسیب رساندن به هر کسی که تهدید از ساکن هستیم. سپس به 3 کلمه رذیله الفاظ می‌پردازیم و همه آنها به نوعی به عنوان سلاح استفاده می‌شوند. ممکن است کسی را با تهمت یا زبان کثیف تضعیف کنیم یا با دروغ او را فریب دهیم. خانواده‌ها و فریب و حرف‌های آشغال همه تاکتیک‌های جنگ هستند، نه صلح. اما ممکن است بگویید صبر کنید، اگر همه سلاح‌های خود را رها کنیم چگونه می‌خواهیم با دشمنان واقعی خود بجنگیم؟ و من فکر می‌کنم آیه 11 این گونه است. زیرا پولس به این سوال ضمنی پاسخ می‌دهد که در مورد دشمنان واقعی ما چطور؟ و آیه 11 به طور مؤثر می‌گوید در واقع آنها دیگر دشمن نیستند. در واقع ما دیگر حتی با تمایزات اجتماعی، زبانی و مذهبی پیشینه خود تقسیم نمی‌شویم. زیرا در مسیح هیچ تمایزی بین یونانی و یهودی وجود ندارد. بین آنهایی که ختنه شده اند و آنهایی که ختنه نشده‌اند. مردمی که از زبان دیگری استفاده می‌کنند بربرها، این همان چیزی است که یونانی‌ها به آن بربر می‌گویند، زیرا آنها کلماتی را به زبان می‌آوردند که معنی نداشت. و آن سواران ترسناک و سیتی از شمال دیگر تهدیدی در مسیح نیستند. حتی در مسیح بین برده و آزاد تمایزی وجود ندارد. همه ما آن را در داخل جلوه ساخته ایم. همه ما بدون تمایز از نژاد، طبقه یا جنسیت یک توگا می‌پوشیم. و برای آن غلاطیان را می‌بینید. من فقط نمی‌دانم که آیا پل چشمان خود را بسته است تا شهر خدا را در بهشت تصور کند. و این همان زبان ابتدایی فصل 3 است. فضای مقدسی که در آن همه به عنوان شهروندان پادشاهی عیسی جمع می‌شوند. و در آن شهر نه دشمنی است و نه اسلحه و نه نیازی به ضرب و زور و تسخیر. و جایی که نباید توگاهایمان را با حرفهای کثیفمان لکه‌دار کنیم. همچنین نباید پلیدی و تهمت و دروغگو را برای لکه‌دار کردن توگای دیگران بیاندازیم. پس لحظه‌ای وقت بگذارید چشمان خود را ببندید، تنش را در شانه‌های خود رها کنید، تصور کنید که آن نگرش‌ها را رها کنید، آن لباس‌های لکه‌دار را درآورید، به طور ذهنی آن سلاح‌ها را زمین بگذارید و دست‌های خود را شل کنید. و تصور کنید که ایستاده اید و منتظر پدر آسمانی تان هستید تا توگاه بزرگسالی را به شما عطا کند. یا در یک رختکن در مرز ژلوه ایستاده اید و یک خدمتکار چین‌های توگا را می‌پوشاند. یا در حال برخاستن هستید، از آب غسل تعمید می‌چکد و آماده هستید که لباس نو پادشاهی خدا را به تن کنید. و حالا پل شروع به توصیف آن لباس‌های جدید می‌کند. اون لباسا نرمن برای ما، نرم برای دیگران نرم. اکنون می‌توانید دوباره چشمان خود را باز کنید.
ما به لیستی از آنچه که قرار است قرار دهید میرسیم. و شاید برای هر فضیلتی در نظر بگیرید که چگونه ایسی نمونه کامل این چیزها بود. شفقت به خود اجازه می دهیم تا عمیقاً در اندامهای داخلی خود احساس کنیم. مهربانی نشان دادن نگرانی مشهود و سود عملی. فروتنی در نظر گرفتن دیگران بر خودمان. ملایمت برخورد با مردم با دقت نه سختگیری. و سپس 3 فضیلت وجود دارد که به نظر می رسد این فهرست فزاینده خشم را متعادل می کند. صبر رو به معنای واقعی کلمه اینجا خشم بزرگی است. حالا شما می توانید فکر کنید که منفجر می شود، اما در واقع به این اشاره دارد اندازه انفجار اما طول فیوز. زیرا خدا به عنوان شست بزرگ توصیف شده است که دیر خشمگین می شود. و ما هم باید باشیم. بردباری با یکدیگر صبر را تا حد استقامت افزایش می دهد. و همدیگر را ببخشیم، نه فقط دیر خشمگین باشیم تا حد تحمل کنیم، بلکه این کار را بدون کینه انجام دهیم. Gerçekleş özellikler eşyagede sizde, sestre zer جس و گگلرن یا جا هزار ایترن ادشک. من شما را نمیدانم، اما این چیزها برای من طبیعی نیست. در یک تست روانی که چند سال پیش انجام دادم به بعد شفقت رسیدم. داستان واقعی روان واقعا نگران من بود. اگر مرا دلسوز می‌دانید، احتمالاً می‌توانم شواهد عینی پیدا کنم که نشان می‌دهد این من نیستم که می‌بینید، بلکه کار خدا در من است. فکر می‌کنم ممکن است مفید باشد که کل این حوزه را جذب یک فرهنگ جدید بدانم. شما وارد جامعه جدیدی شده اید و روشی که ما در اینجا انجام می‌دهیم کاملاً متفاوت است. فرهنگ ملکوت بهشت. این فرهنگی است که توسط خداوند ما عیسی الگوبرداری شده است. این فرهنگی است که عمیقاً با کیفیت عشق مشخص می‌شود. این فرهنگی است که ما به عنوان فردی آن را قبول می‌کنیم، اما حفظ آن بدون تشویق و تقویت مداوم سایر مسیحیان برای ما دشوار است. چند سال پیش در کلیسایی بودم که کشیش اصلی الکس به حقیقتی در مورد بیشتر مسیحیان اشاره کرد. ما می‌دانیم که با فیض نجات یافته‌ایم، نه با آنچه که می‌توانیم انجام دهیم، همه توسط مسیح انجام شده است. همه ما در این مورد واضح هستیم، درست است. اما به طور طبیعی و به درستی ما مشتاق زندگی برای مسیح هستیم. بنابراین ما سعی می‌کنیم با نیروی خود برای مسیح زندگی کنیم. و در حالی که متوجه می‌شویم همه چیز خوب پیش نمی‌رود و فکر می‌کنیم شاید به این دلیل است که من باید بیشتر شبیه مسیح باشم. و بنابراین ما به کندوکاو در کتاب مقدس می‌پردازیم و این لیست از رذایل و فضایل را می‌یابیم و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از شر آن رذایل خلاص شویم و آن فضایل را اضافه کنیم. و ما می توانیم انرژی خود را روی مجموعه‌هایی از قوانینی بریزیم که سعی در رام کردن احساسات ما دارند. اما اگر خدا واقعاً به ما لطف داشته باشد، متوجه می شویم که به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم. من به تنهایی قادر به تلاش مستمر لازم برای غلبه بر امیال شیطانی هم نیستم و تا حد زیادی خودمحور هستم و نمی توانم فضایل خدایی را توسعه دهم. و بصیرت کشیش الکس این است که ببیند عیسی 12 شاگرد را نزد خود فراخواند تا با او باشند، زمانی را با او بگذرانند، او را عمیقاً بشناسند و از آنها الگوبرداری کنند که او در یک دوره حدوداً 3 سال چگونه زندگی کرده است. و با گذشت زمان که با مسیح سپری کردند، آنها شبیه مسیح شدند و خدا کار کرد تا کارهای بزرگی برای مسیح انجام دهند. با مسیح مانند مسیح برای مسیح. پولس همگی از سرود یکسانی می‌خواند که در فصل 3 آیه 16 می‌گوید بگذارید کلام مسیح در میان شما ساکن شود. با تمام حکمت یکدیگر را از طریق مزامیر، سرودها و سرودهای روحانی با شکرگزاری در دل خود تعلیم و نصیحت کنید. چگونه با گذراندن وقت با سخنان او بیشتر شبیه مسیح شویم. با درک هر روز که آنچه در فصل 1 دیدیم که عیسی بزرگتر از آن چیزی است که ما می‌توانیم تصور کنیم. و با بر عهده گرفتن همان نقشی که پولس و تیمش با کلیساها بر عهده گرفتن، در اینجا میگوید که یکدیگر را آموزش و نصیحت میکنند. با گذشت زمان که من و شما به دنبال گذراندن وقت با عیسی به صورت فردی با هم هستیم، خدا ما را شکل میدهد تا بیشتر شبیه عیسی شویم و او از طریق ما کار میکند تا برای عیسی زندگی کنیم. پس بگذارید این دعا را به عنوان آخرین دعا و تهمت بر شما بخوانم. هر کاری که در کلام انجام دهید یا در واقع همه چیز را به نام خداوند عیسی انجام دهید و به وسیله او خدای پدر را شکر کنید. آمین.